سلام به همگی. در این ویدیو میخوایم یک انیمیشن بانسینگ برای تکستمون ایجاد کنیم. اما قبل از هر چیز اگه هنوز تو کانال عضو نشدید فراموش نکنید سابسکرایب کنید، لایک کنید و این ویدیو رو برای دوستانتون هم بفرستین تا همه با هم رشد کنیم. یک تکست رو ایجاد میکنم، کلید کنترل هوم میزنم تا بیاد وسط قرار بگیره و بعد یک انیماتور پوزیشن به تکستمون اضافه میکنم و در انیماتور یک سلکتور اکسپرشن رو بهش اضافه میکنم و دیگه نیاز به رنج سلکتور نداریم، دیلیتش میکنم. وارد اکسپرشن میشیم، داخل اماونت و اکسپرشنمون رو در اینجا پیست میکنیم. خب بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم من وای پوزیشن رو روی منفی 150 قرار میدم. همونطور که میبینید تکست انیمیشن ما از بالا به سمت پایین حرکت میکنه. اگر این رو برعکس انجام بدیم از پایین به سمت بالا حرکت میکنه. و میتونید این اکسپرشن رو برای اسکیل، روتیشن و هر چیز دیگه ای هم به کار ببرید. اگر بخوایم انیمیشن بانس تکستمون رو یک مقدار تغییر بدیم کافیه که بیایم در اکسپرشن گزینه اول فریکوئنسی به این معناست که تعداد رفت و برگشت تکست ها رو در اینجا میتونید مشخص کنید. مثلا من اگر این رو روی 20 قرار بدم میبینید که تعداد رفت و برگشتش بیشتر میشه. امپلیتود میزان بالا پایین رفتنه. مثلا الان لایه A من تا اینجا پایین میاد. اگر من این رو روی 600 قرار بدم میبینید که بیشتر پایین میاد. گزینه بعدی دیکی مقدار از بین رفتن انرژی رو نشون میده. هر چقدر شما دیکی رو افزایش بدین انیمیت بانستون زودتر وای میسه و هر چقدر کاهش بدین انیمیت بانستون دیرتر متوقف میشه. میبینید اگر اینو من روی 10 بذارم زودتر وای میسه. و دیلی هم به معنای تأخیر انیمیت کاراکتر هاست. مثلا من اینو روی 5 میذارم. خب برای اینکه انیمیت تکستمون بهتر بشه میخوام حروف تکستمون رو هم روتیت کنم. خب برای این کار من انیماتور رو دوپلیکیت میگیرم، پوزیشن رو دیلیت میکنم و به انیماتور دوممون یک روتیشن اضافه میکنم و همینطور گزینه Enable Pre Character 3D رو هم فعال میکنم تا بتونیم کاراکترها رو به صورت جداگانه روتیت کنیم. خب من روتیشن وایش رو روی منفی 90 قرار میدم. وارد اکسپرشنمون میشیم. دیکیش رو یک مقدار کاهش میدم تا روتیشنش بیشتر بمونه. خب بعد از اینکه این کار انجام دادیم کافیه که بیایم در اینجا و لایمون رو ماسک کنیم و اون رو روی سابترکت قرار بدیم. و بعدا اگر خواستین از این انیمیشنی که در اینجا ایجاد کردید در پروژه های دیگه هم استفاده کنید کافیه که انیماتور هاتون رو انتخاب کنید، وارد قسمت انیمیشن بشین و سیو انیمیشن پریست رو کلیک کنید و هر جایی که خواستین سیوش میکنید. و بعد اگر در پروژه دیگه تکسی داشتین لایر انتخاب میکنید، از منوی انیمیشن اپلای انیمیشن پریست رو کلیک میکنید و پریستتون رو اوپن میکنید و فقط کافیه که ماسکتون رو در اینجا هم ایجاد کنید. ببینید به همین سادگی شما میتونید انیماتورهایی که برای تکستتون ایجاد میکنید رو به صورت پریست ذخیره کنید. موفق باشید.